خیبر پختونخوا قسمت‌های با خانه گپ میکنند. برای این نقطه چینی ها در این مسئله بسیار دست مهم دارند، پیشرفت روان هستند. جنگی که در پکتیاخی است، تو جنگ عادی نیست، جنگ تنظیم شده است. طالب در این جغرافی ناک نامده. این پروژه بسیار قوی است. قسمت فری استیت است، ایران به خاطر برنامه منظم تاپی، چون ایرانی ها در قسمت هستند، اونا برای مختلف دوست دارند پیش ببرند. این شدت ظلم و بدبختی و بیچارگی و ناامنی و صدها مورد در دل جغرافیا شما در 3 سال پسین تجربه کردین. تمام از این روی پلان های بسیار مشخص آمده. شدت تعویض و نشنالیستی و کامپرستی و حذف کردن انسان ها را شما در بله های سرزمین مطالعه کردین، از نزدیک دیدین. یک مسئله عادی نیست، یک مسئله بسیار جدی است. این نیاز به مردم داره، نیاز به جوان داره، نیاز به ذهنیت داره، نیاز به تفکر داره. روز نشه که باز شما این مالفه امضا شوند، باز استکایتان بشوین در یک جا بشینین. این صدای ما بر شما هست. شما در قسمت سرزمینتان مسئولیت دارین، شما در قسمت تبارتان مسئولیت دارین، شما در قسمت هویتتان مسئولیت دارین، شما در قسمت تمام مالفه های منظم تاریخیتان مسئولیت دارین. از خواب گران خیز. از خواب گران بخی، بیدار شده گینمی زمانت است که بیدار شوی. اگر امروز بیدار نشدی دیگه باز تا که زنده هستی در خواب میمانی. برادرای بزرگوار، جوانای سربلند، ما وقتی که میایم روی مسائل بسیار مشخص طالب حرف میزنیم، ما دید تاریخ کامل میفهمیم که طالب روی کدام ایدئولوژی در حرکت است. این ایدئولوژی طالب است. تا 1 ماه 2 ماه آینده اگر قسمت های پاکستان مشخص واقعا نگرفته است، پیشت مشخص برنامه خودش ننداخت، مکمل فوج پاکستانی را استاد نکرد، مکمل دیوارش نکرد، امیلای ما در نشان شما، در خاطر شما باقی بماند. ما اینجا وقت خدا نامدیم که ضایع بکنیم، به چرنگویی نشسته باشیم. ما آمدیم به عنوان یک انسان شما را باید برسانیم، پیش ببریم. بهترین راه مقاومت است، بهترین راه حرکت است، بهترین راه دادخواهی است، بهترین راه استاد شدن کنار هم دیگر است. همین معادلات منظم هرزی و مرزی بحث عادی نیست. قسمت قطر شما می معادله و مالفه منظم قطر یک بار باز بکنین چی است. این سیاسیون که صدای خودشان نمیکشن در کوشهای مختلف در انزوا هستند، اینا روی کدام دیدگاه هستند؟ بزنین تا صبح دکل یکی دیگه تان. این سناریوی مشخص مالفه رسمی پاکستانی هاست و پاکستانی ها بخوایی نخوایی کار کرده روان هستند. تو دینمی باش که تا افغان است افغانستان است، باز ما سر صدا میکنم یک چند وقت است.